همه چی از قبل کارگردانی شده. فقط یه نگاه به مجلس ایران بنداز و مقایسه کن با صحنه اسکار 2025. همون نمادهای ماسونی. فیلم ها نوشته میشن، سیاست هم همینطور. فقط داری بازیگرا رو روی صحنه میبینی. ولی کی فیلمنامه رو نوشته؟ آلبرت پایک، فراماسون درجه 33، سال 1871 گفت جنگ جهانی سوم راه میفته تا اسلام و اسرائیل هم دیگر رو نابود کنن. یه جنگ برنامه ریزی شده برای خسته کردن ملت ها و تحمیل یه دین جهانی لوسیفری. سال هاست دارن این هرج و مرج و کدگذاری میکنن. عدد 33 و هرم امضاهای فراماسونه. جورج واشنگتن هم یکی از اونا بود. ولی بالای این هرم خدا نیست، با فومته. ساختمون هاوس آف د تمپل تو واشنگتن 33 تا ستون داره، هر کدوم 33 فوت ارتفاع، با یه هرم و عقاب 2 سر. همون عقابی که امپراتوری روسیه داشت، ولی به القا میکنن که دشمن. دادگاه عالی اسرائیل یه هرم دیگه، هدیه روتشیلد ها. و دوباره مجلس ایران یه هرم با 33 تا پنجره. همش تصادفه؟ من که فکر نمیکنم.